اگر 20 روز این ماده رو بمالی به خودت کل سموم بدن خارج میکنه. نوره همون داروی نظافت بدنه. درسته همونه. ولی فقط برای نظافت نیست. ساده ترین، قوی ترین، مؤثرترین و ارزان ترین دارو برای بسیاری از بیماری ها چیزی نیست جز نوره. 3 ماده مهم درون نوره وجود داره به نام آرسنیک، گوگرد و فسفر که این 3 ماده نقش بسیار زیادی توی سیستم ایمنی بدن ما دارن. آرسنیک یک ضد سرطان بسیار قویه و وقتی شما به صورت خمیر از نوره استفاده میکنید و مخصوصا زیر نواحی بغل و کشال یا حیوان میمالید پر از قدرت لنفاوی اون ناحیه و آرسنیک یک قدرتی داره که میتونه سموم و سودا که اون ناحیه جمع شده رو خیلی عالی بکشه بیرون و کمک کنه به افزایش سطح سیستم ایمنی بدن ما و جلوگیری کنه از سرطان. مورد جالب دیگه اینه که حتما نیاز نیست به صورت موبر به صورت خمیر ازش استفاده بکنید. اگر این مقداری از نوره رو داخل آب بریزید، بخاری که آزاد میکنه شما وقتی استنشاق میکنید توی ریتون سریع پخش میشه توی بدنتون و این خودش باعث میشه که سلول های فرسوده و مخصوصا سلول های سرطانی به خاطر این گاز آرسنیک به شدت آسیب پذیر بشن و بدن بتونه اونها را از بین ببره. این خودش میشه پاکسازی طبیعی و یک شیمی درمانی خانگی و راحت و تضمین شده توی خونه. طریق این مصرف درستش رو توی کپشن برات نوشتم، چیزی برای من نمیخواد کامل کنی، فقط یه قلب خوشگل منو مهمون کنی، یه قوت قلبی به من بدی.